19مین دقیقه مسابقه است و ثابتی در آزمونی دیگر به روی دروازه، فرصت توی دروازه چه کار کرد فرهاد مجیدی، چه ضربه سری زد و 70-80 هزار تماشاگر استقلالی آذربایجان فرهاد مجیدیه. این ارسال به روی دروازه و چه ضربه سری از فرهاد مجیدی، جای هیچ گونه عکس العملی رو باقی نگذاشت. حالا روی اسکوربورد، روی حرکت آهسته هم تماشاگران ارسالی مجتبی جباری رو می‌بینید، در حالی که صاحب یک کورنر، صاحب یک پرتاب بلند نزدیکی نقطه کورنر هست. تراکتور سازی میفرسته باشه تو فرزاد آشوبیه، توپ رو میفرستن به روی دروازه، فرصت به تراکتور سازی و توی دروازه گل مساوی. حساب کار 1-1 مساوی میشه. سید محسن حسینی. حالا نوبت این 70-80 هزار تا استقلالیه که صدای 15-20 هزار. میثم حسینی رو توپ اثر گذاشت زیر پای محسن حسینی و دفاع راست جلو کشیده تراکتور سازی به این ترتیب نه حنیف عمرانزاده نه مهدی رحمتی حریفش نشدند. حالا مشخص میشه جدال دو تیمی که بیشترین تعداد گل. فلاویو امانوئل لوپز پیژا ضربه کورنر رو تراکتور سازی میزنه به روی دروازه و توی دروازه استقلال ناباورانه بازنده میخواد به رختکن بره، اونم روی گلی که احمد آل نعمه زد. جواب گل زیبای فرهاد مجیدی رو داد، این گلم پشت این توپ بود و این ضربه سر آل نعمه مهار ناپذیر به نظر میرسه. کم کم با تیم تراکتور سازی توپ به پشت سر میداودی برخورد میکنه. حالا یک اشتباه، فرصت تک به تک برای زدن گل مساوی. جباری و توی دروازه مجتبی جباری حساب کار رو 2-2 میکنه و آب رفته رو به جو برمیگردونه برای استقلال 2 تراکتور. صحنه رو مرور خواهیم کرد. امیر قلعه‌نویی شدیداً ناراحته. چه اشتباهی مرتکب شد روی این صحنه و توپ رو درون دروازه جای داره. سید محسن حسینی که گل زیبایی رو زده بود حالا یر به یر شد. ببینیم با این توپ چه کار میکنن. میفرسته به روی دروازه، فرصت برای گل سوم توی دروازه. فلاویو لوپز. این رشته هنوز سر دراز داره و این بازی داستانش مفصله. یه بار دیگه برتری از آن تراکتور سازی میهمان، اما 7-8 دقیقه نفسگیری دیگه مونده. ببینیم یک ضربه شروع مجدد دیگه و یه ضربه سر دقیق دیگه و باز هم مغلوب شدن سید مهدی رحمتی تا تراکتور سازی نشون بده با 15. حالا استقلال که به اندازه کافی عناصر تهاجمی تو زمین داره، باید ببینیم میتونه از پس